سلام علیهای احبابی بیا برسون قاری و شاید بپرسید که اینجا کجاست؟ اینجاست سینما سریال هستش. قرار هستش که فیلم ها و سریال ها مختلف رو بررسی کنیم. لطفا حمایت کنید، لایک و سابسکرایب کنید و کار دیگه باهاتون داشتم I don't know but فکر نمیکنم کار دیگه باهاتون داشته باشم. اگر من انگلیسی حرف میزنم به این معنی نیستش که دارم زبان فارسی رو سرچ کنم. خواست که حمایت کنید من زخمکاری رو بررسی کنیم. در ضمن قرار است که فیلم ها و سریال خارجی رو هم و به ادامه بررسی کنیم. ممنون ازتون. بریم سراغ زخم کاری. در ضمن توجه داشته باشید که این صدای واقعی من نیست. در واقع با اپلیکیشن های تغییر صدامو تغییر دادم که البته خب مشخصه دیگه، شما که مثلا گوگل نیستید، مشخصه که این صدا میشه. صداهای مثل هلیومه، باد میکنید، هلیوم تو گلوتون جمع میشه، صداتون این شکل میشه. بریم سراغ بررسی زخم کاری. اعتماد چیز عجیبیه نه؟ آدم ماست دیگه، اگه یه یار بیشتر داشته باشیم کارمون بهتر جلو میره. دختره احمق کانترها دنبالمه، چند بار زنگ زده پیغام گذاشته. هانی یه زمانی عاشق مالک بوده، درسته؟ به روح میتم به اون چیزی که میخوای میرسی. چقدر پیر شدی؟ عشق کهنه مهارش خیلی سخته. زخمکاری سریالی بود که تو فصل اولش تونست مخاطبای بسیاری رو به خودش جلب کنه. با بازی جواد عزتی و انا آزادی و کامیز دیواز ارناز ملک. البته اینا تو فصل‌های بعدی اضافه شده. کامیز دیواز و ارناز ملک و مهراد رفویان اینا به کارگردانی محمد حسین مدنی و تهیه کننده محمد رضا تخت کشیدن. فصل اول که فقط نویسنده‌اش آقای محمد حسین مدنی بود، فصل دوم چند نفر بود که من فکر کنم همون چند نفر که مونن در واقع گند زدن تو سریال. ولی نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت هستش، چقدر ادبیاتی شدم، حائز اهمیت این هستش که فصل اول بر اساس رمان 20 زخمکاری نمایشنامه مکبث و فصل دوم بر اساس رمان نمایشنامه هملته. فصل سوم که بر اساس شاهلیر و ریچارد سوم، تراژدی‌های شکسپیر که الان تبدیل شدن به مسخره‌بازی‌های محمد حسین مدنی. و اما این سراغ نقد و بررسی فصل سوم، سریال جفنگ با بازیگرانی چند. فصل سوم زخمکاری یک شکست مفتضحانه در برابر فصل اولشه. فصل اول زخمکاری یه سریال خیلی خوب بود که خوب جلو رفت و تونست مخاطبای بسیاری به خودش جذب کنه. دلیل اینکه خوب بودن شاید بشه بخش مهمش در واقع رمان محمود حسینی‌زا یا همون 20 زخمکاری بود که سریال بخش اعظمش بر اساس اون بود. اصلا من رمان رو نخوندم اما شنیدم که بر اساس اون بود. البته بعدا مشخص شد که محمود حسینی‌زاد احتمالاً آلزایمر داشته، چون میگفت من محمد حسین مدنی رو با سعید روستایی اشتباه گرفتم. دیگه گاگوی که نیستیم. خلاصه اینطوری است. آره. فصل دوم در برابر فصل اول یک شکست مفتضحانه بود. چقدر جدیدن ادبیاتی شدن ولی حائز اهمیت. شکست مفتضحانه. خلاصه داشتم میگفتم. آره فصل دوم که شکست مفتضحانه بود. دلیلش این بود که اول که بازیگرای خوبی نداشت، دوم که نقش مالک خیلی کمرنگ بود. بقیه بازیگران که مزخرف بودن. کامیز دیواز هم که با اون میمیکاش کشته ما قشنگ، یعنی یه حرکاتی میزدن کامیز دیواز آدم نمیدونه این چوری، یعنی ببین هر دقیقه که این تو سریال من منتظرم الان بازیگر روش برگرده بگه چطوری مجید سوزوکی. خلاصه فصل دوم یک افتضاح تمام عیار بود. و اما فصل سوم تا اینجا بهتر از فصل دوم بوده و یه چیزی مابین فصل اول و دوم بوده، اما همچنان متمایل به فصل دومه. آخه این چه بازیگریه که داریم؟ امام حسین نداریم، حتی جواد عزتی هم بازی ضعیفتر شده. بازیگرای جدید البته باید بازی نمی‌کنن، مثل مثلا بازیگر نقش پسر فرمانزاده و اسمش متاسفانه یادم نیست، اون مثلا خیلی خوب بازی می‌کنه. و ولی در کل فصل سوم افسوس‌آور. ببین اصلا فصل سوم شخصیت پردازی درستی نداره. یعنی شما اگه به سریال نگاه کنی چرا شخصیت پانترا باید تنهایی بره خارج از کشور و اون طرف انقدر باید گور بخوره؟ مگه میشه آخه بابا فیلم هندیه مگه؟ بعد از همه از نقشه های مالک خبر دارم به جز توی مگه داریم؟ مگه میشه توی اگه یا دیگه همون نوکراش و اگه
همه چی دستگیر شده و من اسکار نمیشدم، یکیشون پیروز میشد دیگه، مالک پیروز میشد یا طلویی. فصل 4 احتمالاً بدترین فصل سریال باشه، هرچند الان مشخص نیست ولی با این وضع مانوس مهدری هم داره پیش میره همچین بعید نیست. اما اگه فصل 4 بد باشه باور کنید یه چوب برمیدارم، یه چوب واقعی برمیدارم میرم سراغ مردم، چوب برمیدارم همچین میزنم تو برش کنید ما نیست. آره من فرق کردم ولی مطمئناً برای تو هنوز همون مالکه. من مشکلم با همون مالکه. من میخوام طلویی نقره ناخ کنم، پیشم باش. اگه بخوایم فصل 3 رو بررسی کنیم یه چیزی بگم و جمع‌بندی کنیم بریم که رفتیم. البته همونطور که گفتم فرض ما حمایت کنیم در دیگه بعد قرار سراغ فیلم سریال خارجی هم این دفعه ایرانی سریال زهرمکاری بررسی میکنیم، داریوشو بررسی میکنیم و هر چند وقت قرار هستش که یه سریال خوب خارجی هم معرفی کنیم بهتون. خلاصه امیدوارم حالشو ببرید دیگه. داشتم میگفتم در کل بریم جمع‌بندی بکنیم. بریم فصل 3 بازیاش که اصلا فاجعه، بازی همه ضعیف بود. ببین شما این بازی جواب دادید که اون سکانسی که داره پیش پسر فرمانده بازی میکنه رو ببینید اصلا چرا اینجوری میگه من همه چیزمو از دست دادم، پسرمو دخترمو، اصلا چرا اینجوری میگی؟ در مدت تو یه زمانی بهترین بازیگر، یکی از بهترین بازیگرای ایران بودی، کام میزدی بازم که اصلا هیچ به قول مسعود فرستادی برادر ماقب به نقده. ولی یه بازیگر هم برنامه زده که اصلا نقشی نداره تو این فصل. اون ابراز اومده که ما بدک بازی نمیکنه ولی بازیش در کل ضعیفه. ولی اگه بخوام بدترین بازیگر رو انتخاب کنم قطعا کامیزروز. من اصلا کامیزروز نمیخوره به اینش و اینش بده که بگه که با ابهت باشه. ابهت من نمیتونم درست بگم ادبیاتی شدم. به عنوان مثل شما یه حاجمون فصل رو ببینید سیاهش تماس اینجوری نقش رو در آورده بود که واقعا همه دلمون قشنگ راحت هر موضوعی بود بسیار آدم خودش میترسید. کلن همه انگار بگه که اسم از بازی محمد حسین مهدیان تو فصل دوم که اومد و شاهکار کرد. ماشاء محمد حسین جان فکر کرده آلفرد هیچکاک و کریستوفر نولانیه واسه خودش. البته کریستوفر نولان که اصلا تو فیلماش بازی نمیشه، سوتی بدی دادم. او مای گاد. دیالوگا هم که ماشاءالله تو فصل قبل عالی بود. چه خبر؟ هیچ. تو این فصل با توجه اینکه بازنویسی اولیه دیگه برای علی بهمنی بوده یکم بهتر شده، چون بازنویسی نهایی و محمد حسین مهدیان با این نفر دیگه انجام بده. ولی همچنان بعضی دیالوگا یکم زیر بزن. ببینید اوج این شاهکار کجاست؟ اونجا که مهمان غفوریان داشت تو فرشبک داشت از پیش طلویی باز دوباره برگشت به طلویی گفت مسعود خالد خراب نشه یه همچین چیزی بود. بابا تو با قرآن بکن ما رو. یا بودم که از من پسر مالکم تغییر کرده به من پسر اسماعیل چرخچی‌ام. داستان که واقعا ببینیم داستان وقتی خود هم شخصیت قهرمانش خوب باشه قوی باشه هم شخصیت منفیش. خب اون شخصیت قویه رو داریم، یه شخصیت مثبت قوی رو داریم. مالک به هر حال شخصیت باشه ولی شخصیت منفی هم باید قوی باشه. یا واقعا خارجی آنتاگونیست نمیدونم چیه داستان خارجی رو که تو ایران هم نیست ولی توی چه عبرتی داره رسما هیچی خواهی داستان اصلا جذاب نمیشه. شخصیت پردازی هم فاجعه است. در فصل سوم زخمکاری یک سریال بده که به نظر من آقا جون اصلا این سریال رو نگاه نکنید. البته من که خودم میبینمش به خاطر جواد زیده و اینکه ما این همه رسما دوباره نشستیم نگاه کردیم اسکوی برایشون نبینید. هرچند نگاه کردن نیست شاید گفت توهین به شروع خود آدمه. ببینید هیچ چیزی از قطب شما به چرخ میدیات مثل اون کم نداره. زخمکاری یک کم شاید از اون بتاشه. خلاصه فاجعه است. بازی مالک تازه شروع شد. این مدارکی که به دستم رسیده نشون میده که طلویی به اوکراین نفت قاچاق میکرده. من از کجا شروع کنم؟ اصلا مثل که ایشون در جریان نیست. یه کاری پیش اومده باید فردا برم بندر. تو آدمی نیستی که به طلویی برسی. به حرفم گوش کن.
در ضمن دوستان ازتون خواهش میکنم که لطفا حمایت کنید. شما هر چی بیشتر حمایت مثلا میکنید که ویدیوهای بهتری بسازم و همین ویدیو بعدم قراره بریم سراغ داریوش. بعدش هم انشاءالله شاید بازم زخمکاری نمیدونم، ولی خلاصه میگم قرار فیلمسازی خارجی هم داشته باشیم. ببینید چه طرفدار فیلمسازی ایرانی هستید، چه فقط فیلمسازی خارجی دنبال میکنید، لطفا از این ما حمایت کنید. چون هر روز شما هم فیلمسازی ایرانی داریم هم فیلمسازی خارجی. پیشبینی زخمکاری هم کسی نیست پیشبینی ساختیم. شاید پیشبینی ویزایی هم مریضی هم بکنیم که چی به چی و کی به کی و اینجوری و اونجوری. ممنون، لطفا حمایت کنید، لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.